داستان موسیقی زاگرس، نگاهی به سیر تاریخی موسیقی سنتی ایران و نواحی لرستان. اثر مهدی بیرانوند، انتشارات حوزه مشرق. اساتید موسیقی لرستان. موسیقی لرستان اساتید بسیاری داشته و دارد. افرادی که در سیر تکامل هنر موسیقی و آموزش این علم نقش بسزایی داشتند. اساتید موسیقی لرستان از دوران تاریخی قاجار تا پهلوی دوم بزرگان دنیای امروز موسیقی را پرورش دادند. این اساتید در بخش‌های مختلف موسیقی و سازی نواحی لری از نوابغ و جزئی از تاریخ هنر لرستان محسوب می‌شوند. حال نگاهی خواهیم داشت به زندگی و معرفی اساتید موسیقی نواحی لرستان، افرادی که تاریخ موسیقی منطقه غربی ایران را در تاریخ هنر معاصر ماندگار کردند. ابتدا به سراغ استاد همت علی سالم، مرد تاریخی کمانچه می‌رویم. همت علی سالم استاد بزرگ کمانچه نوازی لرستان در دوران پهلوی اول و دوم بود. وی که در شهر خرم‌آباد به دنیا آمد، بزرگانی چون پیرولی کریمی، علیرضا حسین خانی و حسین سالم را پرورش داد. همت علی سالم در سال 1296 در شهر خرم‌آباد به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی را در همان شهر طی نمود. وی از شاگردان استاد بزرگ قجری علیرضا الماسفرا بوده است. استاد سالم جدا از نواختن کمانچه به ترانه‌سرایی و ساختن ریتم‌های ابتدایی موسیقی نیز مشغول بود. از ترانه‌ها و تصانیف او می‌توان به کرمی، ملت غیور، چشم مست و دنیای دنی اشاره کرد. او سرانجام به تاریخ دوم اسفند سال 1375 درگذشت. گور او در خرم‌آباد قبرستان خضر حد فاصل بهشت ششم و هفتم واقع می باشد. علیرضا حسین خانی. علیرضا حسین خانی که از شاگردان استاد همت علی سالم است، به سال 1304 در شهر خرم‌آباد دیده به جهان شد. وی نوجوانی اصول کمانچه نوازی را نزد همت علی سالم آموخت و با ممارد و پشتکار در مدتی کوتاه به یکی از سرشناسان موسیقی لری مبدل شد. او ردیف‌های ایرانی را آموخته و صدای خوش داشت. او همواره از کمانچه دستساز خود که سیم‌های آن نوعی سیم فنری بود و برای انتقال برق یا تلفن به کار می‌رفت استفاده می‌کرد. او در کمانچه کشی شیوه خود را داشت. حرکت انگشت‌ها و آمدن تا پشت خرک و برگشت پوزیسیون استادانه و رعایت فاصله‌ها پاره‌ای از مهارت‌های او در خوشنوازی بود. درست نوازی با کمان یا آرشه کوتاه و کمانچه سه سیم و کاسه پشتباز و بداهه نوازی‌های گرم و پر احساس از ویژگی‌های هنر او بود. از آثار او می‌توان به ترانه‌های نفت ایران باید ملی گردد، مرا ببوس، درخت نارون، شو عید، زیدهر بیا و خواندن ابیاتی در مقام‌های علی دوستی اشاره کرد. استاد علیرضا حسین خانی به دلیل بیماری روحی و روانی که در اساس حساسیت شدید به آن دچار شده بود، سالهای بحرانی و پررنجی را گذراند. وی در سالهای پایانی عمر از همه کس و همه چیز گریزان بود. دهه‌های پایانی عمرش دوران شیدایی و خاموشی او بود و در همین دوران دست به ساخت ترانه‌هایی زد که بازتاب همه فراز و فرودهای زندگیش است. او سرانجام مورخ 4 آذر سال 1349 درگذشت. آرامگاه این هنرمند در قبرستان خضر شهر خرم‌آباد بین بهشت ششم و هفتم واقع شده است. استاد پیرولی کریمی. پیرولی کریمی یکی دیگر از اساتید موسیقی لرستان و کمانچه نوازی این استان است. پیرولی کریمی سال 1303 در شهر خرم‌آباد دیده به جهان گشود و دروس ابتدایی را در همان شهر پشت سر گذاشت. وی علاقه بسزایی به تدوین تئوری آگاهی‌های موسیقی و آموزش آن به جوانان را داشت. پیرولی کریمی از شاگردان نامی استاد بزرگ کمانچه همت علی سالم و هم دوره علیرضا حسین خانی بود.
کریمی را از تکنیکی ترین نوازندگان کمانچه در عصر خود به شمار می آورند که با تسلطش به بسیاری از مقام‌ها و ردیف‌های موسیقیای لری در زمینه‌های ساز و آواز همچون شناشکی، علی دوستی، عزیز بیگی، ساری خانی، رقص‌های دوپا و سه‌پا سبک خاص را در موسیقی لرستان بنا نهاد. استاد پیرولی کریمی از سال 1330 تا 45 شاگردان بسیاری را آموزش داد و جزوات ابتدایی آموزشی تدوین نمود که متاسفانه آنها در دسترس نیستند. وی در اردیبهشت ماه سال 1340 در زادگاهش چشم از جهان فرو بست و در قبرستان خضر به خاک سپرده شد. استاد شاه میرزا مرادی شاه میرزا مرادی نوازنده سرشناس سرنا در لرستان بود. وی یکی از پایه‌های اصلی سرنا نوازی در منطقه غربی ایران به شمار می‌آید. شاید بتوان وی را پادشاه اولیه سرنا نوازی در تاریخ معاصر هنر منطقه لرنشین بدانیم. وی در سال 1307 در روستای باباخانی درود دیده به جهان گشود و دروس ابتدایی را در همان شهر آغاز کرد. شاه میرزا ابتدا نزد عموی خود هنر تنبک و کمانچه نوازی را آموخت. وی هنر سرنا نوازی را از پدر آموخت و بعدها در نزد استادان محلی این هنر را کامل کرد. شاه میرزا مرادی یکی از نخستین افراد موسیقی لرستان است که موفق به اجرای تورهای موسیقی داخلی و بین المللی شده است. وی در شهرهای مختلف ایران مانند تهران، تبریز، سنندج و ارومیه به اجرای برنامه موسیقی پرداخت. اما حوزه اجراهای وی به داخل ایران محدود نشد و در سالهای بعد اجراهایی در کشور اروپایی مانند انگلیس، فرانسه، آلمان، بلژیک و اتریش نیز داشت. شاه میرزا با شرکت در اولین جشنواره موسیقی فجر توانست مقام اول و دیپلم افتخار این جشنواره را به دست آورد. وی در سال 1370 با شرکت در جشنواره موسیقی آوینیون فرانسه مقام اول سازهای بادی جهان را کسب کرد و به مروارید اقیانوس لقب گرفت. او در سال 1372 بهترین نوازنده سازهای بادی دنیا در جشنواره سازهای دو زبانه شناخته شد. این استاد بزرگوار به تاریخ 23 آذر 1376 درگذشت و در شهر درود به خاک سپرده شد. همراه با کتاب داستان موسیقی زاگرس باشید.